سلام دوستان، در این قسمت میخوایم اتصال دو شاخه برق و پریز برق رو با هم دیگه انجام بدیم. پریز برق دارای دو تا ترمیناله که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. ما میایم پیچش رو باز میکنیم، برای اتصال پیچش رو باز میکنیم و اینو در میاریم. دو تا ترمیناله که به هم دیگه راه ندارن. ما گفتیم برای روشن کردن وسایل و تجهیزات برقیمون نیاز داریم که فاز و نول بهش برسونیم و ما وسایل برقی رو میخوایم به این قسمت توسط دو شاخه وصل کنیم، توسط دو شاخه به پریز وصل کنیم. پس نیازه که به یکی از تیغه های پریز فاز و یکی نول برسونیم. پس مسلماً میایم نول رو به یکی از تیغه های ترمینال های پریزمون و فازم به یکی از ترمینال های پریزمون میرسیم و وسایل برقی برای اینکه بخوان برق بهشون برسه توسط دو شاخه برق از پریز برق میگیرن. دو شاخه برق هم یک قسمت نری داره که به مادگی وصل میشه و اون دو تا سیم و فاز و نول رو به قسمت وسیله برقیمون میرسونه. برای باز کردن دو شاخه هم یه پیچ داره، پیچش رو باز میکنیم و نریم. اول ما دو شاخه برقی رو وصل کنیم. دو شاخه یک نگهدارنده عایق کابل داره، کابل یا سیم داره، اونو بازش میکنیم یکی از قسمت ها یه سیم عبور میدیم و پیچش رو میبندیم. از طریق این شاخش نول یا فاز عبور میکنه و به سیم میرسه، از سیم به وسیله برقیمون میرسه. از قسمت دوم نولمون رو میرسونیم. از یک قسمت فاز و از یک قسمت نول به مسیرمون میرسه. از یک قسمت فاز و از یک قسمت نول به مسیرمون میرسه. پیچ نگهدارنده سیم رو میبندیم که در اثر کشش سیم باز نشه، سیم کنده نشه از ترمینالش. و نوکشش هم میبندیم. این از اتصال دو شاخه بود. پس توسط این پلاک برق میگیره
یک قسمت فاز و یک قسمت نود به وسیله برقی. پریز دارای دو تا ترمینالی باشه که به هم دیگه ارتباطی ندارن. این چیزی نیست که سازندگان میدانن که این قسمتی که نگهدارنده داخل جعبه قوطی هست و در نیاد. یکی از سیما رو به یکی از ترمینال سیم دیگه رو به ترمینال دیگه وصل میکنیم. و اینو میبندیم. در پوشش رو میبندیم. ما الان اینو تست میکنیم، به پریز برق وصل میکنیم. و یک لامپ سیار از قبل درست کردیم. یا اینو وصل میکنیم. میبینیم که برق به پریزمون رسیده و پریزمون برداره. و اگه بخوایم شارژر بس کنیم یا تلویزیون یا پنکه هر وسیله بس کنیم، وسیله‌مون روشن میشه. ممنون که ما رو همراهی کردین. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.